امروز اومدیم با هم یه واحد اتمام به ساخت رو ببینیم، ویلایی 3 خواب، هر 3 خواب مستر، که بریم با هم این واحد رو ببینیم. از فضای بیرونی شروع میکنیم. این قسمت پارکینگ بود. این قسمت درب ورودی واحده. بریم واحد رو با هم ببینیم. این قسمت نشیمن واحده که پنجره های یه تیکه داره کامل. این قسمت شومینه قرار دادن. این قسمت آشپزخونه واحده که به نسبت آشپزخونه بزرگی هم داره. یکی از سرویس بهداشتی ها اینجا قرار داره. در ضمن این واحد روف گاردن هم داره. بریم بالا با اتاق خواباشو ببینیم با هم. این قسمت اتاق خواب اول. همونجور که گفتم تمام اتاق خوابا مستر هستن. این قسمت اتاق خواب دوم. این اتاق خواب بالکن نداره فقط. این اتاق خواب هم مستره. اتاق خواب سوم بازم مستر. بریم با هم روف گاردن زیباشم ببینیم. این قسمت هم روف گاردن واحده. این واحد پنل خورشیدی هم خودشون گذاشتن روی واحد. متراژ واحدم داخل کپشن براتون نوشتم. برای اطلاعات بیشترم با من در ارتباط باشید.